سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز پادکست قطره. من محمد بنیهارونی هستم و ابتدا میخوام به حادثه دلخراش چند روز پیش توی بندر عباس اشاره کنم. توی تاریخ 6 اردیبهشت 1404 انفجار عظیمی توی بندر شهید رجایی که بزرگترین بندر تجاری ایران رخ داد که متاسفانه جون حداقل 40 نفر رو گرفت و بیش از 1000 نفر زخمی شدن. این انفجار احتمالاً به دلیل نگهداری نامناسب مواد شیمیایی مثل سدیم پرکلورات رخ داده که خسارت‌های زیادی به زیرساخت‌های بندر و مناطق اطراف وارد کرده. از طرف خودم و شنونده‌های این پادکست عمیقاً با مردم بندر عباس، خانواده‌های قربانیان و همه کسایی که از این فاجعه آسیب دیدن ابراز همدردی میکنم. امیدوارم با درس گرفتن از این حوادث از تکرار چنین فجایعی در آینده جلوگیری بشه. حالا بریم سراغ موضوع اصلی این اپیزود. امروز میخوایم 10 مورد از بزرگترین انفجارهای تاریخ رو بررسی کنیم که این انفجارها چه طبیعی چه انسانی باعث اثرات مهمی روی طبیعت و محیط زیست شدن. انفجار بمب تزار 1961 اتحاد جماهیر شوروی. بمب تزار بزرگترین انفجار ساخته دست بشر در تاریخ. این بمب هیدروژنی با قدرت 50 مگاتن TNT در 30 اکتبر 1961 در قطب شمال منفجر شد. قدرت این انفجار 1570 برابر بمب هیروشیما بود و ابر قارچی اون تا 64 کیلومتر بالا رفت. این آزمایش خطرات تسلیحات هسته‌ای رو به وضوح نشون داد. انفجار ابرنواختر SN1006. ابرنواختر SN1006 درخشانترین انفجار ستاره‌ای ثبت شده در تاریخ. توی سال 1006 این انفجار در فاصله 7100 سال نوری از زمین رخ داد و معادل میلیاردها مگاتن TNT بود و به درک ما از چرخه زندگی ستاره‌ها کمک کرد. انفجار کوه تامبورا 1815 اندونزی. فوران کوه تامبورا بزرگترین انفجار آتشفشانی تاریخه. این فوران با قدرت 1000 مگاتن TNT بیش از 71000 نفر رو کشت و باعث سال بدون تابستان در 1816 شد، چون خاکستر پراکنده شده دمای جهانی رو کاهش داد و قحطی گسترده‌ای به دنبال داشت. رویداد تونگوسکا 1908 سیبری. توی سال 1908 انفجاری با قدرت 4 مگاتن TNT احتمالاً ناشی از برخورد شهاب سنگ 2000 کیلومتر مربع از جنگل‌های سیبری رو نابود کرد. این رویداد اهمیت مطالعه اجرام نزدیک به زمین را نشون داد. انفجار بیروت 2020 لبنان. در 4 آگوست 2020 انفجار 2750 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت با قدرت 1200 تن TNT رخ داد که بیش از 200 نفر رو کشت و 6000 نفر رو زخمی کرد. این فاجعه خطرات ذخیره سازی ناایمن مواد شیمیایی رو به ما گوشزد کرد، ولی متاسفانه درس نگرفتیم. انفجار هالیفکس 1917 کانادا. توی 6 دسامبر 1917 برخورد 2 کشتی در بندر هالیفکس باعث انفجاری با قدرت 3 کیلوتن TNT شد. این انفجار 2000 نفر رو کشت و 9000 نفر رو زخمی کرد. موج انفجار و سونامی ناشی از اون نیاز به استانداردهای ایمنی رو برجسته کرد. انفجار بمب هیدروژنی آیوی مایک 1952 ایالات متحده. آزمایش آیوی مایک در 1 نوامبر 1952 با قدرت 10.4 مگاتن TNT اولین انفجار موفق بمب هیدروژنی در آمریکا بود و آغاز رقابت تسلیحاتی هیدروژنی در جنگ سرد بود. انفجار تگزاس سیتی 1947 ایالات متحده. در 6 آوریل 1947 انفجار 2030 تن نیترات آمونیوم در بندر تگزاس سیتی با قدرت 790 تن TNT بیش از 560 نفر را کشت. این فاجعه صنعتی قوانین ایمنی مواد شیمیایی رو تغییر داد. انفجار میادین مین میسین 1917 بلژیک. توی 7 ژوئن 1917 توی جنگ جهانی اول انفجار 455 تن مواد منفجره زیر خطوط آلمانی حدود 10,000 سرباز رو کشت. این انفجار قدرت دست کم گرفته شده مواد منفجره را در جنگ توضیح داد. انفجار کارخانه بوپال 1984
هند. توی 3 دسامبر 1984 نشت گاز متیل ایزوسیانات در بوپال بین 15,000 نفر تا 20,000 نفر رو کشت و 500,000 نفر رو با مشکلات تنفسی مواجه کرد. این فاجعه ضرورت نظارت بر صنایع شیمیایی رو یادآوری کرد. این انفجارها از رویدادهای طبیعی مثل تامبورا تا فجایع انسانی مثل بوپال و بندرعباس نشون میده که قدرت تخریب طبیعت و خطاهای انسانی خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما فکرشو میکنیم و هر کدوم از این اتفاقات باید درسی بشه برای ایمنی و مدیریت بحران که جلوگیری بشه از دست رفتن جون هموطنانمون و انسانهای زحمت کشی که دارن در اطراف این مناطق خطرناک کار میکنن. ممنون که همراه من بودید. تا قطره دیگه، خدا نگهدار.